حرکات یونیلترال یا حرکات یک طرفه چیه؟ با ما همراه باشین تا بدونیم. سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. ما امروز اومدیم در رابطه با حرکات یونیلترال صحبت کنیم. حرکات یک طرفه بدن بهش گفته میشه. این حرکات رو ببینیم اول چی ان، بعد در رابطه مزایا و معایبش صحبت کنیم. حرکات یونیلترال به حرکاتی گفته میشه که یک طرف بدن فعالیت انجام میده، یک طرف دیگه استراحت میکنه. مثلا یک دست در حال انجام یک حرکت، یک دست تو حالت استراحت، یا یک پا. خب بچه الان این تعریفشه. خب ما الان میدونیم که یک طرف بدن کار میکنه، اما چرا از این حرکات باید استفاده کنیم؟ یکی این که بچه میتونه باعث بهبود تقارن عضلانیتون بشه. یعنی اگه یه عضلاتون یه خورده تقارنش با طرف دیگه یه بدنتون مشکل داره، میتونین از حرکات یونیلترال استفاده کنین، یعنی یک طرفش کنین. یکی دیگه‌اش اینه که باعث بهبود حس عمقی بدن میشه، یعنی که تعادل و عملکرد بدن رو بهتر میکنه. اما چرا؟ چون به خاطر اینکه شما یک جهت بدن داره فعالیت میکنه، یک جهت دیگه داره استراحت میکنه، در واقع داره تعادل رو حفظ میکنه، میتونه باعث بشه که شما یک کم تو حس عمقی بهتر باشین. یعنی میتونیم از این یه نتیجه هم بگیریم که برای افراد مسن میتونه بهتر باشه، چون تو افراد مسن یک کم حس عمقی کم میشه. خب یکی دیگه‌اش اینه که میتونه برای جلوگیری از آسیب باشه و میتونه باعث بهبود عملکرد هم بشه. اما این دوتا میتونه برعکس هم بشه. حالا یکم جلوتر توضیح میدم چرا میتونه برعکس هم باشه. خب بچه این مزایاش، اما یه معایب خاصی هم داره. اگر شما یکم زیادتر از حد وزنه رو بالا ببرین، یه خورده بخواین فشار ناگهانی بیارین، باعث میشه که یه آسیبی ببینین یا باعث بشه که یه تمرین زدگی براتون به وجود بیاد، یه سری مشکلای اینجوری. خب حالا این یعنی چی؟ یعنی که بهتره آقا تعداد تکرارها و ست‌هامون منطقی باشه، بهتره وزنمون به صورت منطقی انتخاب بشه، حرکات از ساده بیایم به پیشرفته، دلیل نداره همونجا سریع ببریمش توی حرکات خیلی شدید و پرشدت. خب این یکی دیگه از کارهایی که باید حتما توش بکنین. یه چیز دیگه هم دقت کنین، حرکات یونیلترال رو میتونین با حرکات دو طرفه تلفیق کنین. حالا یعنی چی؟ یعنی مثلا آقا شما دارین یه جلو بازوتون حس میکنین کوچیک‌تره یا متر زدین دیدین کوچیک‌تر، میتونین مثلا حرکات یونیلترالش رو استفاده کنین، بعد بیاین جفت دست همون حرکات رو بزنین. یعنی مثلا 8 تا یک دست رو بزنین، 8 تا یک دست دیگر بزنین، بعد بیاین 8 تا جفت دست بزنین. اینجوری میتونین تلفیقش کنین برای اینکه شیپتون رو بهتر کنین. خب یه کار دیگه هم که میکنه اینه که به خاطر اینکه شما یک عضله رو حرکتش رو انجام میدین، بعد میرین حرکت عضله سمت مخالفش، این باعث میشه یک کالری بیشتر حدوداً مصرف کنین و باعث میشه توی این پروسه مصرف کالری و حالا سنتز چربی و کربوهیدرات و غیره شما مصرف بیشتری از کالری داشته باشین، پس میتونه باعث مصرف بیشتر کالری بشه. خب پس میتونیم بهش اینو بگیم که میتونه باعث کم شدن چربی هم بشه. خب الان یه چیزی هم که باید دقت کنین در رابطه با حرکات یونیلترال اینه که شما باید این حرکات رو زمانی انجام بدین که مطمئن باشین بهش نیاز دارین. دلیل نداره چون حالا کالری بیشتری مصرف میکنه، چون میتونه شیپ عضلاتتون رو بهتر کنه، ازشون استفاده کنین. چرا؟ چون میتونه باعث این بشه که یک سمت قدرت بیشتری کسب کنه یا به خاطر قدرت کمتر آسیب ببینه. باید حتما زمانی استفاده کنین که نیاز بهش باشه. خب سعی کنین از حرکات یونیلترال منطقی استفاده کنین. مرسی که با ما همراه بودین.